به سلام علیکم. سلام. بذار من تقسیم بندی کنم از اول. خانوما سلام. این آقا رو ببین، خانوما ماشاءالله همیشه با انرژی مثل خانم نظام دوست. آقایون سلام. سلام. الو آقایون تاشینه. الو یه جوری سلام میکنه انگار من چرا گفتم 55 تومن بشه. خدا یه جور سلام میکنه انگار من کرونا رو گفتم بیا، انگار من گفتم پراید گرون شه. و اینکه خیلی خوشحالم که امشب اینجا، چون دیشب اونجا بودم. بگو چرا اونجا بودم؟ حراست رام نمیدم. گفت کارتت کو؟ گفتم کارت ندارم، چاقو دارم. گفت حتما میبریمت. بردنم خلاصه. حالا اینم از روزگاری ما بود. امروز ما یه شعاری هم داریم. بذار این شعارمو نشون بدم. یه شعاری خیلی مهمتر راهی کردم برای یه دست خوشگل بزنین تا. بله. شعار ما اینه. لطفاً بخندید. لطفاً همه با هم بخندیم. همه با هم بخندیم. و جالبی این طرح اینه که نه اینجوری دیگه نخندید. قشنگ. آقا جالبی این طرح اینه که 2 بعدیه ولی در آن واحد 3 بعدی میشه. ببینی این 3 بعد. آره خلاص کارا خدا. آقا من تو اجرا قبلیم گفتم که من به عنوان یه 1060 خیلی مشکل داریم همه‌مون با این 1090 ها. مثلا پیروز داداشی من گفت که برو برا بچه من پوشک بگی. ما رفتیم دمی مغازه با یه اعتماد به نفسی گفتم اوسا یه پوشک. گفت برا بچه میخوای؟ ما با نمک بازمون گل کرد. گفتم نه برا بابا بچه میخوام. یارو یه نگاه به من کرد، یه پلاستیک جعبه گذاشت رو میز، دیدم عکسی پدر بزرگ مادر بزرگی روشه. گفتم آقا این چیه گذاشتی؟ گفت میگه نگفتی برا بابا بچه میخوام. گفتم نه آقا شوخی کردم. گفتم من داداشم 35 سالشه به خدا مشکلی دستشویی نداره. میگه چند وقته میگه. گفت پس چرا میگه برای بابا بچه؟ گفتم آقا من شوخی کردم. گفت شوخی نکن. گفتم چشم ببخش. یه پوشک برای بچه. رفت تو پوشک ها گفت شمارش چنده؟ گفتم 0935. برگشت گفت یکی میزنم زیر گوشه دا. گفتم ها با 935 مشکل داریم ببخش 913. گفت اینا چیه میگوی؟ گفتم 13 مشکل داری؟ ها ما تو تهرونیم. گفتم 13 دوست نداره شاید روند نی. گفتم 912. گفت این شماره چیه؟ گفتم آقای رو برای بچه میخوام دیگه بچه نوزاد. گفت میدونم سایزش بگو. گفتم اینقدر. گفت آقا سایز بعد اس بگی. گفتم خود من نمیدونم مثلا سایز من چیه؟ گفت اسمال. گفتم خب اون اسمال نی اون ابرامه. گفت تو اینگه یه چیزید میشه دوباره اون پوشکه که مال بزرگ سالان بوده گذاشتون میز. گفتم این برای چیه؟ گفت برای خوده. گفتم برای چی؟ گفت تو اینگه تنت میخوره. گفتم نه آقا شوخی کردم. نه اسماله نه ابرام ایلیاس. همین یک کوچیکاشو بده دیگه میخوام ببندیم بهش. کاری نمیخوایم بکنیم چه؟ یه بسته گذاشت. گفتم که اندازشه؟ گفت تو دیگه اندازه نبود پاش نشه بخوابم. گفتم میگه کفشه. خلاصه ما برداشتیم و با یه اعتماد من نمیدونستم اینقدر جرونه که با ما 1060 قرتی بازی ها رو نداشتیم. یه 10 تومانی در آوردم دادم بهش. گفتم دادا مالی تو بقیش هم برو نارنجی بخیر. موچمو گرفت. گفتم ولکو میخوام برم ولکو. گفت مرد حساب این 200 تومن پولشه. گفتم 300 تومن میگه چیه؟ گفت این ضد حساسیت، ضد آلرژی، ضد بو، ضد رطوبت، ضد خش، ضد گلوله. گفتم دادا اشتباه داری میدی این جلیقه جنگیه من اینا نمیخوام پوشک میخوام. گفت آقا همینه دیگه. گفتم بابا زمونی ما اصلا این قیرتی بازی ها نبود. حالا مادر اینجا آقا اون وقت آبه بچه چی میبستن؟ کهنه. آفرین کهنه. یا حالا اصلا پوشکا کاری ندارم. یه پلاستیکی بود به بچه ها گره میزدن. تو لهجه شما چی میگفتیم؟ مشمع میگفتیم. لاستیکی میگم مشمع میگم. ما اصفهانی هم میگفتیم دوبتی. وقت اینا اسمش دوبتی بود. حالا نام چه؟ یعنی دوبتی؟ نه پلاستیک چرا بهش میگفتن دوبتی؟ حالا چرا آشا ما نفهمیدیم. خیلی ریاضیش کرده بود. آره وقتی اینا جدی به مامانای اون 10 باید بگیم ماشاءالله. بگویم ماشاءالله. میدونین چرا؟ این لاستیکیه یه جوری به بچه جره میزدن آقای شکیبو که اگه بچه میخواست کاری بکنه هم نمیتونست کاری بکنه.
اوی نفس نیمی رفته بیاد چه برسه پروژه بخواد زمین بذاره. باریکلا. آفرین. انتخاب خوبه. من یادمه بعد یه جالبی داشت اینا هنچی سیف گیری میزدن به چه اینجوری بود بعد فشار که بهش میمید به پایین فشار نیمه به بالا فشار نیمه هیچه شابه چه میاد بیرون ته رنگش سرخ در میشه و من به مامانم گفتم مامان این داره رنگش تیره میشه و مامانم هم انگار گوشی زده تو شارژ میگفت که نه این هنو یه 10% جا داره 10% جا داره. یه وقتی میرسیم گفتم مامان این دیگه این خطریه گوشاش داره دود میاد. گفت آره آفرین الان وقتشه. بهتره میبرد تو خونه نباید چه سقف داره زیر سقف اصلا نمیشو خطری بود خطری ریزش آوار داشت میبرد تو حیات جرره شول میچه فرار میچه میبرد تو خونه اگه نارن زکا زامنش چشیدی انداختی یو بچه هم عمل میچه گفت خب خدا رو شکر معدش کار میکنه بچه اینم اوضاعی پوشک کامونه. یا شما نگاه کن آقا رادش من یک چیلی 3 روز تو فضا مجازی دیدم اعصابم خورد شده دیدم یه بچه یه پدر مادری اینو بغل گرفتن یه لباسی مخصوص پوشیدن بابا مامانه بعد بابا مامانش هم بودن یعنی دوتا هم ایوه 6 نفر اینا دارن میبرن به سمتی. یه دست بزن آب میخورم اینقدر خوشحال میشم نوش آب خوردنم ندیدی اینجوری میخورم. آره خلاصه دیدم آقا 6 نفری به چرا گرفتن دارن با یه عزت و احترامی به سمتی میبرن. من گفتم خب حتما یه شاهزاده یکی از کشور است دارن میبرن تاجگذاری کنن. بعد دیدم نه انگار اینا ایرانیه انگار یه تابلوان یک کات تو خونشون دیدم گفتم این انگار ایرانیه. دروا شد گفتم دارن میبرنش تو کاخ دیدم نه همومه. دروا شد یه وانی اونجا بود گل ریخته بودن شم دود میمید آهنگ پخش میشد. بعد عروسک گفتم یا خدا چیه این بیت حتما یه آدمی معروفیه. بعد فهمیدیم بچه فلان بلجرس چه ننه یه به اسم بچهش تولید محتوا میکرده تو فضای مجازی اونم تولیداتی زرد هم رنگی اون کنه تو بچه سومی. وقت آقا دیم بچه رو گوشن تو آب گفتیم چیه این الان چه رسمیه حمام اول بچه است. گفتم اینقدر به چرا 7 نفر دم بردن تو همون یادی همون ما خودمون افتادم. من یادمه تو اون ده همش که با کتچ ما میرفتیم تو همون از یه جایی به بعد پوست کلوف کرده بودیم دیگه کتچ همون جواب نمیدم ما رو با حقه و نی رنگ میبردن. آقا میمد مثلا من بابام نظامی بود اصلا اصولا لبخند نمیزد مگه تو مواقع خاص میمد گفت که میخندید ما گفتیم ای خوشحاله بده چی گفتم بابا داره میخنده گفت آره گفت که جمع چفی همون سولا خره پلاستیک بذاریم آب جمع کنیم چپ همون سر بخوریم توش. ما هم گفتیم آره خیلی خوبه. گفت بیایم بریم تو همون. ما هم گفتیم لبخند داره میریم دنباله آقای میرفتیم تو همون. از که میرفتیم تو همون اولی کاری چه میکرد؟ در قفل میچه. آقا اگه نیت آب بازیه نباید در قفل کنی چه معلومه. دومین کار چی بود؟ لبخندش میرفت. یا آقا ما خیلی جدی بود. گفت خب صافایسی میخوام بشورم بدو. که آقا ما رو با وعده های دروغ اینو بردی اینجا. یه هوچی کار میکرد خیری به چره میگرفت. خیر کجاست؟ آقا عبدالله میده. خیر به این گلو میگویم. اسپانی هم میگن خیر. ناقلوسی. آره ناقلوسی هم. آقا خیلی حرفه‌ای گفت. خواهش میکنم. خیری به چره میگرفت میزد زمین. پاره میزش رو بچه. میداد زیر شیر آب. شیر قدیم یا دونه چه؟ 2 تا چیز داشت اینجوری تنظیم با هم می‌کردی. او 20 صاحب اینگا گاف صندوق می‌خواستی تنظیم کنی. 40 دقیقه طول می‌کشید تنظیم. دم دیگه. وای. چقدر خوبی تو. بهتره میداد زیر شیر، یه دونه شیر رو با می‌کرد. شروع می‌کرد اون یکی بهتره بگیره. الا این داره مثل چی میدوه. هی می‌خواست بگیره اینا زیر شیر. آقا نصف این 10-60 یا زیر این شیر تلف شدن. یا قلنج کردن بعد به دیگه یا بنده خدا بخار پس شدن دیگه آدمی زاد نشدن. بر خلاصه اون بچره میگیره به نچوتی میزد زمینو میشست دیگه شد سناشون هم که دیده بودی علیرضا دبیر تو فینال اینقدر فن نمیزه چه این به ما میزه اینجوری میکوفتیم میچشید میگه دو چیکار داره میکنی. بعد خوب که کاراشو میکرده اینو یهو اون ابزاری شکن زره و همی داشت
دستش میچه توش آبی رنگه. اسمش چیه؟ کیسه. آقایون میدونن اسمش کیسه است. کاری سنباده 8 میکنه. قبل از اینکه شروع کنه به اعمال جرم یه جمله میگفت که از وجدان از خودش بره. چی بود؟ گفت نگاش کنا چه وره بسه. یعنی چه تو خیلی آلوده که من دارم این رفتار رو باید بکنم. اگه نه ما آدم خوش قلبی هسته. آقا کیسه رو میذاش پشتی گردنی به چه 7 بار تا قوزه چی پا میرفت میمه. آقا این قایی کار رو ادامه میداد. دود از به چه بلند میشو. یعنی من بارها دیدم دود داره میده آبی پاشیدم داده شیماتش نگیرید تو همون فضا بس اسم ما میسوزیم. بعد یا داشت میچشید آقا یه یادی چک و بدبختیاش میافتاد اصلا یادش میرفت دیگه کجا فقط کیسه میچشید. یه بابا گفتم بابا ولش کن رسیدی به استخوناش. گفت ها راست میگه آره اونوری کن بچرا. گفتم بعد از این که رد میشدم اصلا چی سره کاری ندارم. حالا پدر مادرها اینجا خوب است من دور بینم 80 میلیون ایرانی سوالی بکنم. عزیزان بچه 7 ساله چقدر پا داره؟ چه سنجی پا بهش میچشیدی؟ اوی ما هر سری از هموم اومدیم بیرون اینقدر قدمو کوتاته شو به خدا. آقا ربا من اگه نتراشیده بودن هر دفعه اینقدر الان خورما که هیچ زیانه گیل میدادم. بعد اگه زیر سنگ پا و چیز زنده در میمدیم میرسید به صابون. یه صابون های زردی بود مثل کاسه بود مثل تای کاسه انگا غالب میزدن. این اصلا فرمولش این بود که پاک کننده بود کف کننده نبود. ولی ننه من اعتقاد داشت به بابام گفت نه اینجوری فایده نداره این باید کف کنه. این هم میچشید یه چیزی اینقدر یا به ما میچشیم. گفتم بابا چی کار داری میکنی؟ من گفت این باید کف کنه. گفتم بابا این فرمولش کف کننده نی پاک کننده. گفت حرف نزن اینقدر میچشم تا کف کنه. من یادم یه بار اینقدر چشید دیوار کف کرد این 20 صاحب کف نچه که بابام خسته شد ولم کرد. بعدم میشد سنمون رو میورد مینداختم تو آفتاب. مام یعنی جوجه مرغی که انداختش تو استخر اینجوری تو آفتاب ول شده بودیم. مامانم میمد بالا سری مردم گفت ها حال اومد بچه این حال اومد این از حال رفت. 3-4 روز تو آفتاب ول بودیم تا استخون همون جا بیفته. بعد میگو حال اومد خدا. اینم از داستانی بچه های قدیم و جدید به افتخار خود. باریکلا. خیلی ممنون. خیلی ممنون.